گفتم بهش میام میام میام، اذیتم نکن خودم میام، اذیت نکن خودم میام، بذار یه کمی پاهم آروم بشه. ببین تو رو خدا اینجا چی گذاشتن برات؟ تو رو قرآن میتونی پا تو یه لحظه بذاری و برداری، یه گوشه مینشست با این دستا کوچولوش خارا رو در میآورد. وای وای خانوم ببین برات بیتاب شده چیکار میکنه؟ خانوم اگه چند تا از اینا میبودن نمیذاشتن. خانوم خانوم قربونت برم خانوم. ای وای ای وای ای وای. ببینم میدونی چیه؟ میدونی چیه؟ من بگم برات، این بالش رقیه است، تو خرابه سرش رو سنگا میذاش میخوابی. یا فاطمه هی گفتم بهش آخر مجلس دیگه، هم صدا تو رها کن هم خدمت کن. هی گفتم بهش نامرد موامو نکرد. بگم یه دفعه دیگه همه پاشونو بکشن. هی گفتم بهش آخ 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 موامو نکرد. نمیدونم بگم یا نه بابا، این تازه یه دونه کارش بود، دستامو که بست بابا بابا. ای خدا دستامو که بست. نگفته چجوریشو خودت باید بفهمی. گریه کن بزن بمیر هر کار میخوای بکنی بکن. بابا دستامو که بست بابا. بگو 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 دستامو که بست بابا. پهلومو شکست. بشین. من یجیب المضطر
زادا و یک شفا اما یجیب المضطر زادا و یک شفا. بشین دعاتو بکن، موقع نتیجه هستم. بشین دعاتو بکن، میخوایم نتیجه بگیریم. اما یجیب المضطر زادا و یک شفا. همه گریه ها برای دعای آخرشه، میخوایم دعا کنیم یا علی.